گاز ترش یا شیرین؟ مسئله این است. امروز میخوام خیلی خلاصه روش فراوری گاز شهری رو به شما توضیح بدم. معمولا گاز زمانی که توی مخازن گازی وجود داره با عنوان گاز ترش هستش. این گاز متشکل از یک سری هیدروکربن ها به همراه یک سری مواد اضافی مثل H2S، H2SO4 و رطوبت آب و میعانات گازی هستش. معمولا گاز رو که فراوری میخوام بکنن وقتی وارد پالایشگاه میشه ابتدا وارد یک سری بسترهای سیلیکا ژل میشه. اگر بخواد به روش فیزیکی نمزدایی بشه، دیهایدریشن یا همون نمزدایی انجام میشه، رطوبت گاز گرفته میشه. توی مرحله بعدی وارد واحد GTU میشه. توی GTU گاز اصطلاحاً شیرین میشه، یعنی گاز ترش ما تبدیل به یک گاز شیرین میشه، گازی که عاری از H2S و H2SO4 هستش. بعد از این مرحله این H2SO4 و H2S وارد واحدی به نام SRU میشن که گوگرد موجود در این دوتا اسید رو جدا میکنه و تبدیل به یک گوگرد جامد میکنه. یعنی عملا طفاله گاز هم تبدیل به یک ماده قابل استفاده میشه. میعانات گازی هم که به شدت ارزشمند هستن توی واحد استابیلایزیشن اصطلاحاً پایدار میشن و میعانات جدا میشن و به صورت جدا فروخته میشن. بعد از GTU حالا گاز شیرین داریم و این گاز رو میتونیم توی هم پتروشیمی و هم توی مصارف خانگی استفاده بکنیم.